سلام سهراب جان عزیز دلم. پسر اصلا معلوم از تو کجایی؟ سلام مامان جان، فدای تو بشم من. والا چی بگم، کار و زندگی و گرفتاری و ایناست دیگه. کار و زندگی و گرفتاری که برای همه هست، ولی کاش مامانتونم جزو کار و گرفتاریاتون بود. الهی قربون تو برم مامان گلم. تولدت مبارک باشه مامان جان. ای جانم. تولدت مبارک مامان جونم. ای دیوونه ترسیدم. قربون مامان خوشگلم بشم من. مرسی دختر گلم. شوهرت کجاست؟ ای وای باز این شوهر یعنی اگه این شوهر ما نباشه شما نمیخوای ما رو تحویل بگیری؟ نه خودتو لوس نکن، جدی میگم. رامین کو؟ تو راهه داره میاد. سلام مامان خانم. سلام مهندس سیاه سوخته. بچه تو چقدر سیاه شدی؟ عسلویه است و یه مش کارگر و گرمای 50 درجه و دائم زیر آفتابیم دیگه. بالاخره تو مرغ طوفانی و مرد دریا مهندس. ای بابا حرفای همیشگی ول کن. تولدت مبارک مامان خانم. جون 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 ماش. سلام بردیا، پس کجایی مادر؟ چرا نمیای؟ مامان سیمین گرفتار شدم. یکی از بچه‌ها یه گندی زده تو آسایشگاه، اونها مرخصی همه رو لغو کرد. منم امشب نگران میدارم. الهی نمیری تو مادر که هرچی بهت گفتم درس بخون که لااقل همون دیپلم کوفتی تو بگیری. به گوشت نرفت که نرفت. من نمیدونم الان چه وقت سربازی رفتن تو بود. مامان سیمین الان این وسط تو چرا دیپلمو داری میکنی تو سر من نمیدونم مثلا اگه تو یه نفر میومدی کل اون خادگان رو غارت میکردن. مامان جان قربونت برم، مامان گلم، مامان دلم، به خدا الان همه فکر و ذکرم پیش توه. یه دقیقه به حرف من گوش کن. پس چرا نمیای مامان؟ یه دقیقه صبر کنین کیک حاضر شه، الان میام. یعنی من عاشق کیکای مامانم. بو کیک میاد آدم دیوونه میشه. بچه اینا مامان جان میخوای بیایم کمک؟ این باچه‌کارو رو نگاه کن. مامانو که میشناسی روز تولدش نمیذاره کسی پاشو بذاره تو آشپزخونه. همه قد که تونستم شماها رو دور هم جمع کنم خودش خیلی. شما با هم حرف بزنین، من از عهده کارهای خودم برمیام. مامان این برده کارخر کی میاد؟ بردیا میگه یه گندی زدن تو پادگان، همشون رو نگه داشتن. سهراب بردیا تفلی شده 2 تا پاره استخون با یه روکش. فکر کن با اون کله گنده و هیکل لاغرش شده مثل این جاسوسی‌ها هستن که جلوی آینه ماشین بحث میکنن. سر دست انداز این دی این شترمرغ. حالا مگه با این هیکلش کاری هم ازش برمیاد بردن؟ آهای به بچم چیزی نگیدا. فقط بردیا بچته؟ ما که جلوی آفتاب سوختیم بچت نیستیم، ما کوزتیم. بالاخره اون تعتقادی بردیای مامانیه. با یادتون نیست این تا همین هفته پیش بغل مامان والا همین تعتقادیه که برام مونده، وگرنه شما که هر کدومتون رفتین یه گوشه‌ای. مامانی مگه خودت نمیگفتی شوهر کنی از دستت راحت میشم؟ تازه‌شم اگه به خاطر کار رامین نبود که ما پا نمی‌شدیم بریم اصفهان. والا قصه عشق و عاشقی شما رو فقط خواجه حافظ شیرازی نمیدونست. والا رامین به این خوشتیپی و آقایی. نکیزا جان حیف که من دختر نیستم و وگرنه زنش میشدم. تو فامیل عروسی یا داماد یادتون نیست پاشنه در رو از جا در آورده بودن؟ ببین خواهر جون شما چه جواهری بوده که دلشون رو برده بوده. آب دیگه تو هم پرو نشو. نکیزا جان میشه از بین این همه دختر که میگی یه دونه از اون جواهر نشونشم واسه داداشت بذاری کنار؟ والا تو اگه اهل زن و زندگی بودی نمیافتادی دنبال ایرانگردی و هر روز یه جا کار کردن. بابا شنید. یعنی عاشقتم مامان جون، دمت گرم. صبر کن سهراب کن، واسه تو هم دارم به وقتش. خب مادر من قربونت برم چیکار کنم؟ من مهندس نفتم. توی تهران که اسکله نفتی نیست بیام روش کار کنم. والا ما از وقتی یادمون میاد هر جا میشستی میگفتی پسر مهندس نفته، علی آقا پسر مهندس نفته، آقا سعید پسر مهندس نفته. حالا شدیم خونه بدوش و ایرانگر. ای بابا حرفای همیشگی رو ول کن. مهندس نفت این همه مهندس نفت مگه همشون باید رو اسکله کار کنن؟ نه آن جان هیچ همچین چیزی نیست. آقا پارسا شما یه وقتی درست تموم شد تو وزارت خونه برات کار پیدا نکردیم؟ بله. خب هی رفتی اومدی گفتی میخوام رو پای خودم وایسم، از این معرفی‌ها خوشم نمیاد، من مرد دریا مرغ
طوفانم. خب همین میشه دیگه برادر من. الانم میگم مرغ طوفانم. والا کاری که شما پیدا کرده بودی برادر من، باید روزی 100 دفعه تا کمر خم میشدم و چاکرم مخلصم میگفتم. اما الان 100 نفر زیر دستم کار میکنن تا کمرم جلوم خم میشن، هی میگن چاکری مهندس، مخلصی مهندس. آره تو بیابون. آره باره بابا. ای بابا بدبخت این پارسا یه زن خواستا. ببین حرفو به کجا کشوندیم. کل شخصیت و مدرک و زندگی این بیچاره رو خراب کردین رفت. خب حرف گوش نمیده. وای سهراب خدای خودت یادت نمیاد داشتی از ایران میرفتی چی میگفتی؟ من چی میگفتم؟ الان کار کردن اینجا حمالیه. حمالی. ای جانم کاری کرا قربون خواهرم داشتم برم. یه بارم که نشد دور هم دیگه جمع میشن به هم مطلب نپرونن. به صدای خوش آماده شدن کیک داره میاد. عجب شبی بشه امشب. مامانی کیکت آماده شد؟ یه 2 دقیقه دندون رو جگر بذارین دارم میارم. شما که نمیدونین تو دل من چی میگذره. کی نیست آخه به من بگه که سر پیری و معرکه گیری دیگه تولد گرفتن چی بود؟ کاملا موافقم بود. اصلا بیا بحث رو در مورد این بکنیم که تو چرا رفتی زن خارجکی گرفتی؟ تا چه درو؟ بچه آماده باشین دارم کیکو میارم. بچه آماده همه با هم دیگه 1 2 3 تولدت مبارک 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 تولدت مبارک. مامان چشمای خوشگلتو ببند. خب حالا یه آرزو کن. دلم میخواست الان همتون پیشم بودین، نه انقدر نزدیک نه انقدر دور.